در 23 ژوئیه 1983 پرواز شماره 143 خطوط هوایی کانادا از مونترال به مقصد ادمونتون حرکت کرد. هواپیمای بوئینگ 767 تازه خریداری شده بود و این پرواز یکی از اولین پروازهای آزمایشی اون با مسافر محسوب میشد. اما در نیمه مسیر در ارتفاع 40,000 پایی هشدارهای عجیب روی صفحه خلبان ظاهر شد. سوخت در حال تمام شدن است. خلبان‌ها ابتدا فکر کردند اشتباه در سیستم اندازه‌گیریه، ولی چند دقیقه بعد هر دو موتور از کار افتاد. سکوت مرگباری در کابین پیچید. هواپیما تبدیل به یک گلایدر 130 تنی شده بود که بدون موتور باید در جایی فرود می اومد. خلبان باب پیرسون سابقه پرواز گلایدر داشت. با محاسبات سریع و خونسردی عجیب تصمیم گرفت در یک پیست اتومبیل رانی متروکه در شهر کوچک گیملی فرود بیاد. خلبان گفت: مسافرین محترم، کمربنداتون رو ببندید. مسافران کمربندها را بستند. هواپیما بدون موتور بی صدا از آسمان سر خورد و روی باند سیمانی نشست. اما در مسیر لاستیک ها ترکیدن و چرخ جلو کلک شکست. با وجود انفجار جزئی و شعله های کوچک همه 69 نفر زنده موندند. این اتفاق بعدها با عنوان گیملی گلایدر یا گلایدر گیملی در تاریخ هوانوردی ثبت شد. نمونه ای از آرامش، مهارت و ایمان در شرایط غیر ممکن.